فدراسیون صنعت محاربه‌های آمیخته غیرکسبی تاجیکستان نتیجه است که امروز تجمع توانست در جایزه بهترین در انجام سال سزاوار شود و در آینده ما می‌خواهیم که باز از این نتیجه خوب به دست آید. شما از هنرنمای ورزشکاران تجمع در ابودابی آگاه بودید؟ بله هستیم. هم وقت ما همچون یک سوای ورزش که من امروز جنرال دیرکتور کار میکنم کوشش میکنم که در همه ورزش هر اون مسابقه‌ای که میگذرد زبورایی که میگذرد ما خبردار هستیم و باور داریم که در آینده با نتیجه خوبتر نشون میدیم. سالهای آخر فدراسیون محاربه‌های آمیخته تجمع بسیار ترقی کرده ایستاده است. ما پیگیر چندین مسابقه شدیم که پهلوانان تاجیک رفتند اشتراک کردند در مسابقه‌های بانفوز و سزاوار مدال‌های گوناگون گشتند و پرچم دولت ما را بلند برداشتند. من از نام تمام جودوچوی کشور و فدراسیون تجمع موفقیت‌ها خواهانم بگذار جوانمردان تاجیک را تربیت کرده در عرصه بین‌المللی پرچم دولت را بلند بردارند.